تحریم خوبه واقعا؟ عالیه. میشه برای من توضیح بدی؟ عالیه تحریم، عالیه. فرض کن تو 1000 میلیارد پول داری. من؟ ندارم. حالا فرض کن. از کجا آوردم؟ ران هیئت مدیره شرکت فولاد. خب مثلا هیئت مدیره فولادم. مثلا خب الان هستی یا نیست؟ هستم. 1000 میلیارد ازشون بگی پول دارن. خودم ندارم، از فولاد میگیرم. خب میتونی بری گوشی وارد کنی؟ نه نمیتونم. چرا نمیتونی؟ چون تحریمه. میتونی بری بنز وارد کنی؟ نه نمیتونم. بی ام داری؟ نه نمیتونم. مازرات؟ نمیتونم آقا، نمیتونم، تحریمه، نمیتونم. میتونی بری لپتاپ وارد کنی؟ نه نه. ولی من خب میدی به من؟ بله. من میرم وارد. بله چی میشه؟ میاری الان اونا رو میفروشی. چقدر؟ 5 سال آف 1000 میلیاردش مال کی بود؟ مال فولاد. بده. میذاریم سر جاش. چقدر داری؟ 4000. دوتاش.